سلام علیکم، امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. مخاطبین عزیز کانال یوتیوب من، خیلی خوشحالم که دوباره میبینمتون. میخوایم با هم دیگه صحبت کنیم در رابطه با یه بحث جذاب. رامین رضاییان یا صالح هردانی، دو ستاره‌ای که قطعاً همه هواداری استقلال قبولشون دارن، یعنی هم رامین رو قبول دارن هم صالح هردانی رو، ولی توی عملکرد دفاعی توی این چند تا بازی طبق آمار و فکتایی که الان قراره بهتون بدم، صالح هردانی فوق‌العاده عالی کار کرده و دفاع استقلال رو سمت راست بیمه کرده یه جورایی و کاری کرده که رامین رضاییان نیمکت نشین مطلق استقلال بشه تو پست دفاع راست و دقایقی هم که بازی قبل بازی اومد تو پست وینگر راست بازی کنه. این بحث رو اینجا نگه داشته باش. قبل از اینکه بخوام برم اصلا راجع به بحث رامین رضاییان و صالح هردانی به شکل مفصل باهاتون صحبت کنم و بگم که چرا آقای ساپینتو صالح هردانی تو پست دفاع راست داره بازی میده و چرا رامین رضاییان کلا نیمکت نشین کرده، فارغ از بحث دفاعیش میخوام راجع به استقلال یکم باهاتون صحبت کنم. استقلال سرحال شده ساپینتو. کاری ندارم استقلال هنوز هم یک سری ضعف‌های وجود داره در حالا ساختار تیمش و تاکتیکیش و قطعا این تیم روز به روز میتونه بهتر بشه با این آرامشی که به دست اومده. الان پوریا غفوری هم به کادر تیم استقلال و آقای ساپینتو اضافه شده و قطعا این مربی با پشت سر گذاشتن محرومیت خودش و کنار نیمکت بودن تسکین قلبی برای هوادارا و برای بازیکن‌ها. واقعا استقلال عوض شده. چند تا کاری که آقای ساپینتو انجام داده تو این چند تا بازی اولی که خب استقلال خیلی شلخته بود و نامنظم بود و واقعا تیم بد بود و واقعا استقلالی‌ها اصلا تعجب کردن، خدایا ما اینم هزینه کردیم، چرا باید تیممون اینجوری باشه؟ چی شد که همه چی عوض شد؟ فعلا البته و فکر میکنم دیگه به قبل، یعنی اوایل فصل دیگه برنگرده این تیم به هیچ عنوان. شاید داره تو ادامه را بازم فوتبال دیگه ببازه، گاف بده، مساوی کنه، ولی دیگه بعید به نظر میرسه بخواد مثل اول فصلش اینقدر سردرگم مبهم باشه. اینو باید قبول کنیم که استقلال به یه موقعیت نسبی خوب و یه شرایط روحی روانی تقریبا مناسب رسیده. من یه بار ترکیب استقلال تو بازی قبلی کسایی که حالا بازی کردن رو براتون بگم. محمد رزاقی‌نیا 19 سالشه، کسی که در پست هافک دفاعی و هافک وسط داره بازی میکنه برای استقلال، جایی که اندونگ بازی میکرد، جایی که بارها روز به چشمی رو دیدیم و میانگین سنی استقلال اینو تو بازیکن میبردن بالا. فارغ از این که بحث فنی رو بخوایم صحبت کنیم، محمد رزاقی‌نیا فوق‌العاده بوده، واقعا فوق‌العاده بوده. فکر می‌کنم هیچ هوادار استقلالی وجود نداشته باشه که واقعا بخواد حرف من رو رد کنه. عالی کار کرده، میجنگه، میدوه، توپگیری میکنه، حتی تو خیلی از مواقع بازی درست پخش میکنه و بازیکن تخریبی و بازیکن فانتزی، یعنی جفت در واقع ترکیبا رو با هم دیگه داره محمد رزاقی‌نیا و به خاطر سن کم و انگیزه‌ای که داره تلاش فوق‌العاده میکنه برای تیم ساپینتو که خودش رو در این پست بتونه ثابت قدم نگه داشته باشه و فیکس بازی کنه. دومین موضوعی که خیلی از استقلالی حالا بعد بهش در واقع قطعا بهش اشاره کردم و قطعا هم تو فکر خیلی از استقلالی وجود داره، خط دفاعی این تیمه. آشورماتوف 29 ساله و با تجربه بازیکن تیم ملی ازبکستان در کنار سامان فلای 24 ساله، پرتلاش، جوون و بازیکنی که قطعاً به خاطر کم حاشیه بودنش و در اختیار تیم بودنش و سبک بازی که داره مکمل خوبی برای آشورماتوف. شاید سامان فلا رو کنار یک بازیکن دیگه بذاری به هر حال ضعف‌های خودش رو نشون بده، اونقدر شاید بازیکن صدی نباشه، ولی قطعا بازیکن در واقع چجوری میتونم بگم موثری در خط دفاع برای استقلال. خیلی خوب پوشش میده، هدای اول خوب میزنه، تو سرعت اگر یک مهاجم سرعتی بهش بخوره شاید کم بیاره، ولی در کل چون پوششش آشورماتوفه کاملا سامان فعلا رو آورده بالا و داره بالا بازی میکنه. یعنی منظور از بالا که یعنی از لحاظ روحی داره بالا بازی میکنه و کاملا خودش رو در زمین پیدا کرده. استقلال ساختار دفاعیش خیلی منظم شده. چه چیزی این حرفو ثابت میکنه؟ استقلال فجر رو 3-0 برد، الوحدات رو 2-0 برد، مثل رفسنجان 1-0 برد و در مقابل چادرملو 1-1 کرد. یعنی تو 4 تا بازی قبلش استقلال فقط 1 گل خورده و این نشون میده که حالا فارغ از اینکه حیو فرعباسی هم نبود نایده گرفت که به جای آدان در درون دروازه استقلال قرار گرفته و دیگه میتونم بگم دروازه‌بان یک استقلال شده تو این فصل تا این لحظه، این نشون میده که ساختار دفاعی استقلال فوق‌العاده بوده و البته دو تا گوش این دفاع باید گفت که کاملا تغییر کرده. ابوالفضل جلالی اومده بیرون
و حسین گودرزی 24 ساله که دیدید چه شوت فوق العاده ای زد جلو بازی با فجر، اونجا داره بازی میکنه. حسین یکم تو بازی اول یک کوچولو گیج میزد، یعنی یکم مبهم بود، ولی نشون میداد که بازیکن پرتلاش و جنگنده جسوره، بازیکن نشون میداد که میخواد تو ترکیب استقلال جا بیفته، میخواست اون زمانه رو از هوادار استقلال بگیره. هوادارا خیلی فوتبال فهمن، حتی بازیکنی که تو زمین پر اشتباه باشه ولی نوع جنگیدنش رو ببینن، نوع تلاشش رو ببینن، قطعا هم مربی هم هوادار به اون بازیکن زمان میده. حسین گودرزی ثابت کرد که قدم به قدم بازی بهتر شد و جای خودش رو صفر کرد تو پست دفاع چپ استقلال. سمت راست هم صالح اردانی. راجع به صالح اردانی بخوام صحبت کنم، قبل از اینکه بخوام اصلا به خط حمله استقلال برم، صالح اردانی بازیکنیه که شاید تو 1/3 هجومی استقلال، نمیخوام بگم بازیکن ضعیفیه، نه، یه بازیکن کاملا معمولی باشه، یه بازیکنی که شما انتظار اون دریبلینگ و اون سانترهای فوق دقیقی که رامین رضاییان انجام میده، اون ضربات ایستگاهی و اون اضافه شدن و سر زدن ها رو شاید در موقعی که از سمت چپ ارسال میشه مثلا بیاد تیر دو راست وایسه نداشته باشه، واقعا بدون تعارف. ولی تو خط دفاعی واقعا کم نقصه، شاید میتونم بگم خیلی وقتا بی‌نقصه. توی سماجتش، تو دوئلایی که سویچ میکنه با بازیکن 90% توپا رو میگیره، دریبل خیلی سخت میخوره، تو سرعتشون ریزه میزه است میرسه، تکلای موفق میزنه، حتی با این قد کوتاهش تو خط دفاع هدای خوب میزنه و کلا بازیکنیه که توی آفساید گیری ها خیلی حواسش هست، همیشه میاد آگاهی محیطی فوق العاده داره، دفاع آخر رو نگاه میکنه میاد بالا و خیلی خوب پوشش میده، بدنشو نیم تیغ میکنه، عالیه واقعا صالح اردانی. و حتی زمانی که هافکای تیم حریف قبل از اینکه تو بهشون برسه میاد و اولین توپو قطع میکنه. بارها این اتفاق افتاده. یه فکتی بهتون بگم، رامین رضاییان نیم فصل اول فصل گذشته 11 تا گل از سمت راست دفاع استقلال خورده شد. خیلی از هوادارهای استقلال اون موقع، من یه پست تو اینستاگرام گذاشته بودم، به من حرف زدن، بعد بیرا گفتن آقا تو چی میدونی از فوتبال، مگه میشه فلان، رامین رضاییان بهترین بازیکن تیم. آقا کسی منکر بحث فنی رامین رضاییان نمیشه، هر کسی که اینو انکار کنه دیوونه است، فوتبال نمیفهمه. رامین رضاییان بازیکن بسیار خوبیه ولی تو 1/3 هجومی نه تو دفاعی، اینو بارها تو تیم ملی تو باشگاه‌های مختلف ثابت کرده. رامین رضاییان بازیکنی که میل به حمله داره، اصلا غریزه فوتبالش اینه، بازیکنی که شما ولش کنی تو محوطه جریمه حریف می‌بینی. رامین رضاییان چرا یکی از بهترین گلزنان تاریخ فوتبال در پست دفاع راست بوده؟ به خاطر اینکه میل هجومی داره، اصلا بازیکنی که دفاع رو دوست نداره، به خاطر دوندگی فوق‌العاده‌شه که میاد پوشش میده و چون میره جلو بازی میکنه تو خط دفاع تمرکز لازمو نداره. چرا؟ چون خسته شده، بازیکن داره میدوه، خسته میشه، تا میخواد خودش رو پیدا کنه جا میمونه تو اون یه قدم، تو این بزنگا، تو یه استارت مینی استارتایی که میزنن، تو دریبلایی که صالح اردانی میتونه پوشش بده ولی این نمیتونه، همون خستگی که رفته جلو و نتونسته نفسش برگرده دوباره ذهنش آماده بشه برای کار دفاعی. و خیلی وقتا همین رامین رضاییان باعث شده که اصلا استقلال از سمت راست آسیب جدی ببینه، گل‌های زیادی بخوره، حملات زیادی از سمت رامین رضاییان در واقع خلق باشه. این دلیل بر این نیست که رامین رضاییان بازیکن بدی باشه، نه، رامین رضاییان به درد پست دفاع راست نمیخوره، اینو عملکرد این بازیکن داره ثابت میکنه و فکر میکنم که تصمیم کاملا عاقلانه گرفته آقای ساپینتو. ما حتی تو بازی با فایت دیدیم که رامین به بازی اومد 20 دقیقه آخر، کمتر از 20 دقیقه، یه رو آخر، و تو پست وینگر راست جای یاسر حسنی بازی کرد. یعنی کاملا تصمیم آقای ساپینتو اینه که صالح اردانی تو اون پست به شکل ثابت یعنی دفاع راست بازی بده و تصمیمش درسته. ما حتی دو تا مثلا بازی قبل‌تر که حالا صالح اردانی، مثلا میخوام بازی با پیکان رو بهتون مثال بزنم یا شمس آذر، اون بازی هم صالح اردانی داشت بازی میکرد ولی کنارش آشور ماتوف و سامان فعلا نبودن. یعنی این انسجام دفاعی تو 4 تا بازی اخیر فوق العاده بوده برای استقلالیا و فکر نمی‌کنم دست به در واقع ترکیبش بزنه آقای ساپینتو. توی استقلال کوشکی 25 ساله آماده، چقدر این کوشکی خوبه، داره فوق العاده کار میکنه برای در واقع استقلال. حالا بازی قبل که اخراج شد ولی خیلی بازیکن موثر، خوش تکنیک و باهوشیه. یاسر حسنی و مهران احمدی و در واقع منیر حدادی، این سه تا بازیکن که حالا یاسر رو با منیر حدادی که فوق العاده، جفتشون هم 30 سالن، جفتشون هم دیگه اصلا
میتونم بگم از لحاظ فنی و فوتبالی اصلا نمیشه راجبشون حرفی زد، واقعا نمیشه حرفی زد. نکته جالبی که من راجب تیم ساپینتو داشتم توجه میکردم تعویضیای آقای ساپینتو بوده. اونا اسماعیل قلیزاده 19 ساله هافبک رو به زمین بازی آوردن و ابوالفضل زمانی 19 ساله رو به زمین بازی آوردن و کنار حالا دو تا بازیکن با تجربه‌ای که معمولا اضافه میکنه. یعنی کاملا طرز تفکر و فلسفه آقای ساپینتو تو این فصل دوندگی و بازیکن جوون با انگیزه بازی دادنه که به کار تیمش بیاد و تا الان نتیجه گرفته. و فکر میکنم نبود روزبه چشمی، نبود اندونگ، نبود رامین رضاییان، نبود آدان کاملا داره به نبود ابوالفضل جلالی کاملا داره کمک میکنه به استقلال و شاید این بازیکن‌ها با تمام احترام اشتباهی داشتن برای این تیم بازی میکردن و ساپینتو این شوک رو به تیم وارد کرده. البته بودن این بازیکن‌ها رو نیمکت برای دقایقی از بازی که به تجربهشون نیاز داشته باشن واقعا میتونه مفید باشه، ولی فکر میکنم فیکس بازی دادن جوونا خیلی قشنگ‌تر باشه، هم از دید هوادارا، هم از لحاظ فوتبالی، هم از اینکه این بازیکن‌ها کوله باری از انگیزن و میخوام بجنگن برای اون جایگاهی که سالها منتظرش بودن. این راجب استقلال بود که تو این فصل با ساپینتو داره تغییراتی رو ایجاد میکنه. رامین رضاییان اگه بخوام یکم تکمیل تر راجبش صحبت کنم، حالا اون بازی که تو ترکیب اصلا اولین بازی که بیرون بود ترجیح داد با ماشین شخصیش پورشی که داره بره سر بازی و با اتوبوس تیم حرکت نکرد. کلا رامین یک اخلاقای خاص داره، یعنی حالا که سنش 35 ساله است دیگه آخره فوتبالشه، حالا جدیدن هم یکم خوشروزی هم از تو فوتبال، تو تیم ملی هم دعوت شده و ممکنه که آقای امیر قلعه‌نویی چون اصلا اعتقادی به جوانگرایی نداره ممکنه که ایشونو در جام جهانی ببره و حتی فیکس هم بازیش بده، در صورتی که همه میدونید بهترین دفاع راست فعلی فوتبال ایران دانیال اسماعیل فره. از چه لحاظی؟ از لحاظ بازیکنی که هم تو ساختار دفاعی خوبه هم تو ساختار هجومی. درست صالح اردانی فوق العاده است تو دفاع، ولی به عنوان بازیکنی که تو دو تا در واقع منطقه از زمین فوق العاده باشه، فعلا دانیال عملکردش فوق العاده بود و تراکتور هم ببینید که دیگه 5 تا 4 تا 3 تا تیم‌ها رو داره میزنه و بی‌رحمانه داره تیم‌ها رو تنبیه میکنه. حتی گلگوهری که تو جریان بازی گل نخورده بود 5 تا از تراکتور خورد. در کل خواستم بگم رامین رضاییان فارغ از فوتبالش الان دیگه فوتبالش تموم داره میشه دیگه، آخرش تاش 3 سال دیگه خیلی با این بدن آمادهش بخواد بازی کنه، 4 سال دیگه بخواد بازی کنه دیگه، واقعا بیشتر از این بعید به نظر میاد رامین بتونه توی تیمی جایی داشته باشه به عنوان بازیکن ثابت، ولی رو اخلاقش خیلی باید کار کنه. کلا خیلی از وقتا بازیکن‌ها میگن که دوست صمیمی نداره رامین رضاییان کلا و خیلی زود در واقع ریاکت نشون میده نسبت به اتفاقات ماجرایی که براش پیش میاد و این اصلا درست نیست به عنوان بازیکن به حال ملی پوش و حرفه‌ای. حتی اخلاق خوب صالح اردانی دیدیم که بازوبند کاپیتانی در آورد به رامین داد، گفت که تو کاپیتان تیمایی و ازش یه جورایی دلجویی کرد. در صورت تصمیمی که گرفته شده صالح اردانی به عنوان بازیکن 26 ساله‌ای که سن بالایی هم نداره توی پستی داره بازی میکنه که عملکردش بی‌نظیر بوده و دفاع راست استقلال رو بیمه کرده. ببینید در ادامه فصل چه اتفاقی در روند تیمی استقلال میفته. فعلا که همیشه تو اردوی این تیم خوبه. امیدوارم کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید، حمایت یادتون نره. ما اول امیدمون به اون بالاییه، بعد به شما مخاطبینی که ما رو نگاه میکنید که باعث بشه انگیزه به شما دوباره محتوا تولید کنیم. میبوسمتون. خدا نگهدار.